این رودخونه دقیقا انگار جریان زندگی ما. جریان رودخونه میشه مسیر زندگی. سنگایی که توش هستن میشه ماها. خب الان تو رودخونه کلی سنگه، زیر آب سنگه، بالای رودخونه سنگه، همه جا سنگه. این ما آدم هاییم. خب حالا یه سری هستن اون زیر آب هم میگن این جریانه داره دهن ما رو سرویس میکنه، اینجوری میشه اونجوری میشه. ولی یه سری دیگه سنگا بزرگتر شدن، رشد کردن. اون سنگا بالای آبن، دارن زیبایی های بالای رودخونه رو میبینن، طبیعت زیبا، اون جریان رودخونه هم براشون قشنگه. پس این که جریان این رودخونه بر همه ولی یکیه، برای همه داره میاد، برای همه داره جریان رو داره. خب خیلی جالبه، آگاهیش تازه اومد برام. ولی این که من بتونم اون سنگ بزرگه بشم، میتونم زیبایی ها رو ببینم، میتونم لذت ببرم. ولی اگه برم توی اون زیر آب، فقط دارم نه حالا کثیفی، ولی اون آبه منو در بر میگیره و من اصلا نمیتونم چیز دیگه ای ببینم. این همین دیگه، ما اگه بخوام توی مسیر جامعه هر کی هر چی میگه، هر چی تو زندگی باشه اونجوری بشیم اون سنگای زیر رودخونه. ولی اگه بتونیم خودمون رو بکشیم بالا، من باید بزرگ بشم، من باید رشد کنم، اون وقته میشه اون سنگای بزرگ بالای آبیم و میتونیم کلی قشنگی ببینیم. همون جایی هستی، تو همون جایی هستی که اون سنگ زیر آبه هست، ولی تو چی میبینی، اون سنگ زیر آب چی میبینه، خیلی فرق داره. جریان رودخونه بر هر دو هست. خیلی مثالش جالبه. اینکه این جریان زندگی، این خداوند برای همه است، این بارونه برای همه میباره، این جریان رودخونه برای همه هست. ولی اینکه من خودم رو کجا قرار بدم مهمه. این باعث میشه که تجربیاتی که دارم متفاوت باشه. اون سنگ زیر آب هیچ وقت نمیتونه اون جنگل روبرو رو ببینه، هیچ وقت نمیتونه اون زیبایی رو ببینه. ولی وقتی اون سنگ بیاد بالا، تازه میتونه ببینه. و این خود جریان رودخونه، این مسیر زندگی برای زیبا و زیباتر میشه. خدای شکر.